سال 73 بود. یه وقت از پدرم نالیدم که برای چی من یک برادری از خودم کلانی ندارم که تا درد و دلم گویم. و پس یک غزلی لایق به دستم افتید، دل هوای دیگری و من هوای دیگری، و مخمس کردم به همون غزلی لایق. پس پدرم گفتن که حیات جان خیز همین بانه یک لایقت بینیم. من ملتگرا نیستم، من ملت دوستم. بله من تاجیکم و همین زبان ملت من دوست میدارم. زبان ملتی من اساسی، حتی گفتم ممکن است که زبانهای دنیوی است. با کدام زبانی مثلا اروپایی را نگیرید، خلق اروپایی را در ترکیب همه زبانهای مردم اروپا، از آن جمله در روزهایم بسیار کلمه های و واژه های تاجیکی است، اما با طرز کمی دیگرگونی. متاسفانه مثل دیگر کودکان بازی کوچکی ندیدیم. در سن 4 سالگی سال 47 با یک تصادف بچه شوخ شاید بالای درخت برآمد، افتید. یاد در اونجا در یاد منم نیست و کسی هم گفته نتوانست. معیوبی میان شد، پا از کار ماند، هر دو پا. 9 سال در بیمارستان خوابیدم مثل دیگر کودکان. بار اول 5 سال، پس از آن باز 2 سال و پس از آن باز 2 سال. همینطور بچگی من در بیمارستان گذشت. سال 52 از بیمارستان، بعد از 5 سال بیمارستان آمدیم. زبان مادری یعنی زبان تاجیکی یگان کلمه نمیدانم، روسی، چون که 4 سال کودک که اولی نو خودش بگم دارم دیگه. و 5 سال، مدت 5 سال در محیط روسی بودم، روسی زبان، و در مکتب روسی میخوندم. باز یک واقعه عجیب در حیات من که من مثل دیگر کودک ها مهربانی مادر ندیدم. این به بسیاری ها مثلا بسیار تعجب آور می نماید، اما این راست. من مهربانی مادر ندیدم. مادرم معلمه بودن، معلمه صنف های ابتدایی بودن. اصلا در صنف 1 درس میدن و در خانه ما 4 پسر بودیم در وقت. از یک پدر مادر 4 پسر، دیگر زن نبود، یک مادرم. از بس که خط من بسیار خوش بود، چون که در نوشتن به مادرم تقلید میکردم، به خط مادرم. پس مادرم گفتن حیات جان من در تگیدگ علامانم اون خوراک پزم، تو نقشه درسی من نویس. من گفتم بی جان من او که بازی برفت، منم یه رفته بازی کنم بچه ها کده. رو تو بازی تا کن، سانیت از دانی دیگ قیراق میخوری، سنگ میخوری سانی. عشقت سنما چی دلبری ها کردی، بر کشتنی بنده ساحره ها کردی. بخش همه عشقت به سمرقند دلم، آگاه نهی چی کافری ها کردی. یعنی از سمرقند دلم مرا کنده چی بدکاری ها کردی. یگان شاعری زاده سمرقند، اصلا سمرقند دلم نگفته است. یگان شاعری که سمرقند دلم میگد این مولانا بود. یا که در یک جا میگد که جمع باید کرد اجزا با عشق تا شوی خوش چون سمرقند و دمشق. زرینکو می نیستد که از آن که تحصیل مدرسه را در دمشق کرد
و تحصیل مکتبی را در سمرقند پس پشت گذاشته بود. این دو شهر رو در یک نظر جلوه داد. میبخشید. الو یوسف جان، نظم یوسف جان و جان درست بخورمید. نه جاخه نه نقص حوض من در رادیوی وطن گزارش داده ایستادیم. بعد از یکان ساعت ده مالش یوسف جان. خوب